چطور بفهمم آماده ازدواج هستم یا نه؟ خوب با دقت گوش کن، چون چیزی که دارم بهت میگم اکثر آدما درکش نمیکنن. قبل از اینکه با کسی ازدواج کنی اینو درک کن. قراره با هم زندگی کنید. یعنی چی؟ یعنی زندگی بالا پایین داره. درست خیلی از روزاتون آفتابی و گل و بلبله، ولی بعضی وقتا سر و کله طوفان پیدا میشه. انقدر بارون میاد و میاد و میاد تا اینکه تا گردن میری تو آب و احساس میکنی که داری غرق میشی. تو این طوفان تو باید به آدمی که به عنوان شریک عاطفیت انتخابش کردی توجه کنی، چه در حال شنا کردن باشی چه در حال غرق شدن. پس قبل از اینکه ازدواج کنی باید بدونی تو قراره از منطقه امنت بیای بیرون و اذیت بشی برای اونها، با اونها و از همه مهمتر به خاطر اونها اذیت میشی، چون اونها عالی نیستن ولی شما با هم دارید زندگی میکنید.